دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما صنفی که تعداد آن زیاد است را چگونه باید مدیریت کرد. امروزه یکی از مشکلاتی که استادان گرامی با آن دست و پنجه نرم می کنند پر جمعیت بودن صنوف است. در چنین صنف‌های استاد بیشتر وقت خود را مجبوراً صرف کنترل صنف نموده و وقت کافی برای بررسی وظایف خانگی شاگردان، پرسش و ارزیابی درست ندارد. در این گونه صنف‌ها هدف تدریس از کارایی خود دور می شود و حداقل‌ها هم صورت نمی گیرد. اما الان که ما با این گونه مشکلات روبرو هستیم، راه حل و یا بیرون رفت آن چیست؟ برای اداره صنف‌های پرجمعیت داشتن صدای رسا و واضح نقش بسیار مهم دارد. چون صدای رسا باعث جلب توجه شاگردان می گردد و به کسی اجازه بازیگوشی نمی دهد. استادان گرامی وقتی درس را تشریح می کنند با صدای بلند تشریح نمایند تا همه شاگردان بشنوند. همچنان زمانی که از شاگردان می خواهید درس را تشریح کنند یا به سوال جواب دهند، از آنها بخواهید به صدای بلند تشریح کنند یا جواب دهند که توجه تمام صنف را جلب کند. در قدم دوم همیشه قبل از ورود به صنف درسی را که آن روز تشریح می کنید را مطالعه نمایید. به این شکل همیشه آماده جواب دادن به سوالات شاگردان می باشید. نکته بعدی که شما استادان گرامی را در مدیریت صنف زیاد کمک می کند، حرکت کردن در جریان تدریس است. حرکت در صنف باعث می شود که شاگرد حس کند استاد به طرف وی می رود و سعی می کند توجهش را به درس معطوف کند. حتی زمانی که دو شاگرد در جریان تدریس صحبت می کنند، حرکت های منطقی استاد سبب می شود که آنها دیگر صحبت نکنند و به سخنان استاد گوش دهند. دانستن نام شاگردان نیز شما را بسیار کمک می کند که اگر در جریان تدریس شاگرد در حال بازیگوشی یا بی‌توجهی به درس باشد، معلم صاحب نام وی را بگیرد، فوراً خاموش می شود. به جای این که بگوییم او بچه تو که قدت بلند است یا در چوکی اول، وسط یا آخر هستی. این کلمات باعث پراگندگی حواس همه می شود. اما زمانی که تنها نام شاگرد را به کار می بریم، فقط وی متوجه منظور ما می شود. پس ما با گرفتن اسم شاگرد مثلا می توانیم بگوییم اینجا را متوجه باش، بعداً اول نفر از تو می پرسم، یا اینکه به سوال درباره درس پاسخ بده. بر علاوه به تمام صنف توجه نمایید و هیچ شاگرد را از نظر نیندازید و با آنها تماس چشمی برقرار کنید تا اینکه هر شاگرد حس کند که شما متوجه وی هستید و به وی درس می دهید. یکی از راهکارهایی که بعضی معلمین به هدف مدیریت صنف از آن استفاده می کنند قهر شدن است. آنها فکر می کنند اگر بالای شاگرد قهر شوند، بقیه شاگردان می ترسند و سعی می کنند آرام باشند. اما برعکس، قهر شدن بالای شاگردان نتیجه معکوس داشته و شاگردان بیشتر کوشش می کنند که درس را اخلال نمایند که استاد قهر شود و از موضوع درس دور شود. وقتی شما با چنین حالات روبرو می شوید، سعی نمایید خونسردی خود را حفظ کرده و نگذارید شاگردان از احساسات شما سوء استفاده کنند. اگر شاگرد پرخاشگری می کند، می گویید که با تو در آخر ساعت خواهم دید و صحبت خواهم کرد تا کنترل صنف از اختیار شما نرود و بتوانید به تدریس خویش ادامه دهید. استادان گرامی، کوشش نمایید تا درس برای شاگردان جذاب باشد. درس یک نواخت نباشد. حداقل چند فعالیت را انجام دهید تا از خستگی شاگردان جلوگیری نموده باشید و یا از سرگرمی‌های آموزشی استفاده نمایید. با این تعداد شاگردان کار گروپی نیز انجام دهید. در کار گروپی برای جلوگیری از سر و صدا بگویید هر کس که بیجا صحبت کند و یا مزاحمت نماید، یک نمره از فعالیت گروپیش کم می شود. به این صورت شاگردان تلاش می کنند که کمتر سر و صدا نمایند و نمره خوب نسبت به دیگر گروپ ها بگیرند. در هر فعالیتی که اجرا می کنید وقت بیشتر را به شاگردان اختصاص دهید که وقت خالی نداشته باشند.
استادان گرامی، برای بررسی کارهای خانگی در صنف‌های پرجمعیت شما می توانید از تعداد از شاگردان خود، مثلا از اول نمره، دوم نمره و سوم نمره صنف کار بگیرید و بررسی وظایف خانگی شاگردان را در مدت کوتاه انجام دهید. همچنان شما می توانید از شاگردان بپرسید تا کارخانگی همصنفی خود را که در پهلوی وی نشسته را اصلاح کند و استاد محترم تنها روزانه چند کتابچه کارخانگی را اصلاح کند، البته هر بار از شاگردان متفاوت را. ولی اگر استاد نخواهد تغییرات مثبت در سلوک و رفتار مدیریتی خویش بیاورد و سنت شکنی نکند، بهانه‌های زیادی وجود دارد که می تواند به راحتی از استفاده روش‌های نوین سرباز زند. مثلا تعداد صنف زیاد است، نمی توان فعالیت گروپی کار کرد، یا ساعت‌های درسی بسیار کوتاه هستند، نمی توان بیشتر از یک فعالیت کار کرد. دوستای عزیز، این بود تشریح مفصل در مورد صنف‌های پرجمعیت و اینکه استادان گرامی با مهارت‌های چون داشتن صدای رسا و واضح، حرکت کردن در جریان تدریس، دانستن نام شاگردان، کار گروپی و آمادگی قبلی می توانند چنین صنف‌ها را به شکل درست آن کنترل و اداره نمایند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. اوقات خوب و خوش.